بله، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نشر یک بیانیه از واقعه‌های اخیر در ولایت کوهستانی بدخشان ابراز نگرانی کرده از مقامات خواسته است علت خشونت در اعتراضهای اخیر را بررسی کند و مسئولان آن را مورد بازخواست قرار دهند. در این بیانیه همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته شده است که به آزادی بیان و دسترسی به معلومات از جمله دسترسی به اینترنت و حق اعتراض صلح‌آمیز احترام بگذارند. نمایندگی اتحاد اروپا، سفارت فرانسه، آلمان، بریتانیا و امریکا از طرف دیگر در دوشنبه دیروز یعنی 18 می در اظهارات یکجایی از طرفها خواستند برای پایین آوردن شدت وضع نیرو و غیرت خود را دریغ ندارند و تحمل پیشه کنند. اینچنین سفیران غربی از طرفها خواستند از استفاده به معیار قوه به گفته خودشان دعوت به زوراوری دست کشند. در اظهارات به مقامات تاجیکستان گفته شده است حتی در حالتهای بحرانی وابسته به امنیت احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی انسان تامین کرده شود. تهدید و تعقیب شهروندان، روزنامه‌نگاران و محدودیت وسیع دسترسی به اطلاعات دورنمای کاهش شدت و برگشت به نظام مقرری را خللدار می‌کنند گفتند سفیران غربی. مقامات تاجیکستان هنوز به این درخواست‌ها پاسخ ندادند. سفیران کشورهای غربی گفتند از تلفات جانی در این رویدادها سخت متاسف هستند و به خانواده‌های آنها و زخمیان ابراز همدردی می‌کنند. وضعیت در ولایت کوهستان بدخشان از 16 می به این طرف پیچیده است.